خب بهتون قول دادم که برقکار باسواد آدم‌حساب بهتون نشون بدم که نیست. چرا الان هست؟ من تو زنجان شمالی هم داره چراغ چک سری MDM رو داره چراغ چکش رو خاموش میکنه و البته بعدا هم میتونه بهتون توضیح بده که اون کاتالیزور و بقیه اتفاقات برای چیه. آمدی بچه ها برقکار درست حسابی ندیدن. برقکار درست حسابی. این چراغ چک کاتالیزور چیز خیلی مهمه. خیلی زیاد یا کمتر؟ نه زیاد. سری MDM این مدلای چینی که از اونجا اومده بهتر کار میکنه که این منتاج شده داخل کشور. به دوربین بگید که هر چند وقت رو باید کار برقی ماشینشون رو چک کنم بیام ببینم که هر ماه یه بار حداقل یه دیاگ باید بزنم. خب دیگه صحبت لازم رو کردیم. این هم آدرس تلفنشه، ویدیوش هم منتشر میکنم. امیدوارم خودتون باهاش تماس بگیرید و بچه های غرب تهران برقکار باسواد با تجربه رو میتونن اینجا پیدا کنن. تلفنش هم پایین تگ میکنم.